سلام دوستان، خوش اومدید به کانال بنده. امروز میخوایم یک صحبتی در مورد فریمورک لاراول داشته باشیم، اینکه چی هستش، کی این فریمورک رو توسعه داده و چرا ما باید از این فریمورک استفاده کنیم. خب، فریمورک لاراول توسط آقای تیلور در سال 2011 توسعه داده شد و این فریمورک بر پایه زبان برنامه‌نویسی PHP و معماری MVC نوشته شده. حالا ما چرا باید از این فریمورک استفاده کنیم؟ یکی از فریمورک های قدرتمند PHP که یکی از مزیت‌هایی که داره سیستم روتینگ قوی داره و امنیت بالاتری نسبت به فریمورک های دیگه داره و همچنین خیلی پکیج های زیادی برای این فریمورک نوشته شده که شما به راحتی میتونید از این فریمورک استفاده کنید. ما در این دوره قرار آخرین نسخه لاراول که لاراول 12 هستش رو براتون تدریس کنیم و بتونیم این دوره رو به خوبی به شما آموزش بدیم. خب، حالا بریم ببینیم چه سایت هایی با فریمورک لاراول نوشته شدن. من چند تا سایت ایرانی رو برای شما باز کردم. یکیش ایران سروره که با فریمورک لاراول نوشته شده، بعد سایت ژاکت هست که با فریمورک لاراول نوشته شده، سایت فرادرس و یکی از محبوب ترین سایت ها سایت اسنپ فود هستش. و در مورد بازار کار این فریمورک در ایران الان بهترین بازار کار رو داره نسبت به فریمورک های دیگه و همچنین محبوب ترین فریمورک هم هستش و بیشتر برنامه‌نویسان از این فریمورک استفاده میکنن. فریمورک های دیگه هم هست ولی خب بیشترین استفاده که در حوزه بک‌اند میشه فریمورک لاراول توی ایران هستش. توی کشورهای دیگه استفاده میکنن ولی خب کمتر از فریمورک لاراول استفاده میکنن، بیشتر از فریمورک های مثلا نود.js و حالا جنگو اینا استفاده میکنن. این هم یک سری توضیحات در مورد فریمورک لاراول. خب بریم قسمت بعدی که نصب و راه اندازی یک سایت با فریمورک لاراول هستش. بریم قسمت بعدی. فعلا خدا نگهدار.